great things about ecosystem-based adaptation compared to, for example, old-fashioned infrastructure adaptation is that while infrastructure depreciates over time, catalyze the carbon market, that means carbon is going to become an important crop, is that it's an example of the triple bottom line in action. What it should be, but because their groundwater is gone. And a lot of that has more drought resilience, so you can begin to share your risk across your portfolio. There's wetland restoration and wetland protection. یکی از مسائل اساسی که عموما جامعه جهانی رو نگران کرده است با مسئله تغییر آب اقلیم این از حد زیاد سر زدن حالت‌های فوق‌العاده میباشد و این چون که شما امروز شنیدید اینها مربوط هستند به عموما به حالت‌های گیدرولوژی و گیدرومتئورولوژی و این رو ما باید که البته پیش بینی کنیم و البته پیشگویی کنیم و باید که سطح تاثیری منفی اون رو باید که کم کنیم. تغییریابی کنیم که از مسئله های خیلی هم حل طلب حاضره هست و در نتیجه تحقیقات ها با چنین خلاصه اومدن که باید که مسئله های تغییریابی اقلیم رو همطرفه دیده برویم و همطرفه حل کنیم. برای من هم یعنی که از نقطه نظر اکوسیستم آموختن و حل کردن مسئله تغییریابی اقلیم یکی از مسئله های پیش برده بحث رو می‌رود. این حالا این یک از روندی نو میباشد عموما با خلاصه عمومی ترس‌های حل مسئله از نقطه نظر اکوسیستم حالا حل یعنی که بعضی که اساس علمی خود رو اونقدر خوب کار کردن نبرده است. برای همین امروز ما باید که اولا به یک سوال جواب بدیم که یعنی که از نقطه نظر اکوسیستم این چی است و راه‌های حل اون در چی است و اینو ما دیده برآمده و یک خلاصه عمومی بگیم که برای اصول مرکزی این جالبی قبول باشد. Und eine wichtige Funktion ist, deutlich zu machen, dass die Wasserprobleme in den nächsten Jahren durch den Klimawandel noch dramatisch zunehmen werden. باید البته قید کرد که این مشکلی آب در همکاری یکجویه عمیق کرده شده است که در آینده باز مسئله کمشوی آب و دیگرشوی اقلیم باز زیادتر میشه و نه کمتر. Und dass es deswegen notwendig sein wird, national, aber regional auch Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Wasser und mit dieser Situation so umzugehen, dass es der Bevölkerung nutzt. البته باید بسیار کوشش کرد که در آینده هم در منطقه و هم بیرون از منطقه با دیگر مملکتان راه‌های حل درستی مشکلات آب رو در یکجایگی یافتن میباشد. Ich will aber, was Tadschikistan anbetrifft, auch ausdrücklich hinzufügen, dass es natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung hier auch wichtig ist, die Stromversorgung zu sichern und zu verbessern. البته برای تاجیکستان باشه گفتنی هستم که بسیار خوب میشود که در آینده مسئله با برق تأمین کردن خود مملکت هم بسیار ضرور می باشد. باید این را مستحکم کرد. با برق تأمین نمودن اهالی رو باید مستحکم کنیم.